سیوم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در خیابان حافظ شیرازی ناحیه سینای پایتخت با کارهای ساختمانی در چایخانه ملی شناس شدند. اطلاع داده شد که ساختمان انشاءات در این موضع سال 2024 آغاز یافته طبق نقشه ماه سپتامبر سال 2026 به انجام رسانده می شود. تا این وقت 80% کارها از جمله بنیاد بنای اساسی و خواباندن کنسترکسی‌های آهنی در قسم بالای انشاءات به اتمام رسیده است. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان در همین جا نخست از تالار اساسی بنا که طبق لایحه با شکل و عنصرهای ملی آرام می‌یابد دیدن نمودند. طبق معلومات چایخانه سه آشیانه بوده از تالارهای کشاد و برهوای گچکاری، کندکاری، ایوان بالا کشاده زمانوی و 5 تالار دیگر قبول مهمانان خاص عبارت می باشد. حالا با جلب استاهای کاردان و چیردست وطنی کارهای گچکاری در تالار یکم آغاز شدند و با استفاده از مصالح ساختمانی بلندصفت باید به انجام رسند. در دیگر قسم انشاءات نزدیک به 300 کارگر که اکثر آنها را ساکنان محلی تشکیل می‌دهند مشغول کارهای گوناگون ساختمانی هستند. پس از مورد استفاده قرار دادن انشاءات در چایخانه زیاده از 150 ساکن محلی با کار تامین می‌گردند. در مجموع موافق طرح نمای بیرونه، سقف و دیوار و تالارهای انشاءات نوی فرهنگی و خدمترسانی با صنعت بلند معماری و نقش و نگار ملی ساخته شده. آینده در اینجا برای در یک شبانه روز قبول 5000 مزاج شرایط موافق فراهم آورده می شود. به همین مانند حالا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی ساختمان انشاءات زیاد اجتماعی و خدمترسانی وسعت دارد که هدف از راه اندازی این تدبیر بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی اهالی، تأمین با صفت خدمترسانی به مهمانان و سیاحان و معرفی عرف و عادت و فرهنگ قدیمی ملت تاجیک در عرصه جهان می باشد.